3 تا محصول خارجی گرفتم که هیچ کدومشو به هم ربط ندارن، ولی پاستیل ترش، دومی کیک مکس ترش طعم سیب و آلبالو، سومی بیسکویت با طعم فندق از آلمانی بیسکویتش. بریم هم تستش کنیم. اول بریم سراغ این پاستیل ترش. آخر تونستم بازش کنم. واه حاجی چه قشنگه. بریم هم بازش کنم. این پاستیلا داره. بریم با هم این بشه دار بیاریم. این هم سسش. بریم با هم ببینیم چه مزه‌ایه. با طعم توت فرنگی و اولش خیلی ترشه. این سسه خیلی ترشه ولی این خودش خیلی خوشمزه و نرم و شیرینه. دوم بریم سراغ کیک مکس. فکر کنم نمیدونم این خارجیه. یه دونه کیک مکس ایرانی داریم، یه دونه خارجی. این خارجیشه. نکنیم همش انگلیسی نمیشه. بریم بس خودی هم بمونه. خواه اوه اینم خیلی ترشه. بیسکویت با طعم فندق مثل ایرانی اینجوری باز میشه. ده بیسکویت های خودمون میدن. این بیسکویت هایی که سر مزار میدن اینا. لایک این ویدیو یادت نره.